الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على إمام الموحدين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. این هم قسمت 11 از صحبت ما و جواب ما به شبهات مدخلی ها و مرجئه ها از تاجیکستان و افغانستان هستند. بله، این صحبت ما عموم جواب است. جواب هایی که به مبشر مسلمیار داده ایم، این جواب به همه کسایی که عاذر المشرک هستند و در این مسئله در گمراهی واقع شدند. و این چنین جوابی که ما قبلا به محمد شریف عبدالعلیم مدخلی، یک تاجیکی گمراه گشته و جماعتش داده بودیم، این جواب به همه عاذری ها است. پس در این صحبت من به شما می خواهم در بالای 3 موضوع به نهایت مهم که قبلا شاید به یکی دوی او هرگز صحبت نکرده بودیم صحبت بکنم و به شما بیان بکنم. موضوع اول این بگویم خیانت اهل بدعت در حق اهل سنت است. موضوع دوم چگونه اهل بدعت همه انسانها را منحصر کرده اند، در یک دایره جهالت نگه می دارند و حق را نمی خواهند که برسد. یا این را به زبان روسی تاجیکا بسیارتر خوبتر می فهمند که این بلکاده، در بلکاده عقیدوی وجود دارند. موضوع دوم. موضوع سوم ثمره اختلاف، نتیجه اختلاف در مسئله العذر بالجهل چیست؟ مقدمه این است که برادران و خواهران موحدم، من دیروز به صحبت این عاذری مبشر مسلمیار البته نظر کردم و با دقت گوش کردم. 4.5 ساعت در این موضوع صحبت کرده، باز صحبت جدید. باور بکنید ما صبر میکنیم، گوش میکنیم، طاقت میکنیم، گرچنده که در درونش بسیار مخالفت ها و بسیار تهمت ها وجود دارد، اما در این مدت زیاد بار دیگر مبشر مسلمیار همون حجت هایی که ما جواب داده بودیم و همون حدیث ها و همون سخن ها و به همون سخن های علمایی که جواب داده بودیم تکرار کرده، فقط اضافه کرده تهمت را، اضافه کرده طعنه و بعضی از سخن های جاهلانه دیگر را که حاجت به تکرار نیست. ما جوابای همه شبهاتی بگویم مدخلی های تاجیک که عذر بالجهل میدهند، یا که این عذری های افغان که به مانند مبشر مسلمیار که عذر میدن مشرک رو مسلمان میگند، شبهات اینها رو مفصلا با شرح و توضیح بینات درو دراز ببینید 10 حلقه و به این محمد شریف مدخلی تاجیک 20 حلقه و 50 حلقه جواب هست و خواهش میکنیم فرصت پیدا بکنید و به دقت گوش بکنید و البته که همیشه از الله طلب بکنید که الله هدایت را نصیب بکند. اولین صحبت این است که خیانت اهل بدعت بر بالای اهل سنت. بله، از زمان قدیم این خیانت وجود دارد. در زمان سلف هم این خیانت وجود داشت. چی برسد در زمان سلف، در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خیانت منافقین بر پیامبر صلی الله علیه و سلم و بر مؤمنین وجود داشت. آنها وقتی که ببینید بغضشون نسبت مؤمنین جوش میزد، اما هیچ چیزی از دستشون نمی آمد، پس به تهمت کردن و به کارهای بد میگذاشتند. کار به جای رسید که زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را تهمت به فحش زدند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بغض و عداوتشون هست، دیگر علاج ندارد. و این چنین در زمان صحابه خیانت ها از اهل بگویم منافقین و در زمان تابعین و تبع تابعین خیانت ها از اهل بدعت، دروغ بستن و تهمت کردن به
علمای اهل سنت و جماعت وجود داشت. یکی از علمای اصل 4 و 5 ابی اسماعیل الهروی هراتی، اصلشون عرب است، لیکن پدرشون وقتی که به جهاد به افغانستان در زمان قدیم رفتند، عصر 4 یعنی 1400 سال پیش، عصر 4 5 در هرات باقی میمونند. در همون جا این فرزندشون تولد میشد. هراتی، هروی یعنی هراتی، افغانستانی. این انسان بین علمای بزرگ اهل سنت و جماعت ابی اسماعیل الهروی، کتاب‌های زیاد دارند به زبان عربی و زبان فارسی هم هراتی. و به نهایت در حق اهل بدعت کتاب‌های ذم الکلام در اهل کلام، در حق اشعری و ماتریدی سخن‌های شدید گفته و اشعری و ماتریدی رو در کتابشون حکم و تکفیر گذاشته و غیره. محلی شاهدی که میخوام در اینجا صحبت بکنم، انا همین شیخ میگویند که اهل بدعت میگن خیانتکارترین، دروغگوترین، کذابترین مردم نسبتی طالب علمان و علمای اهل سنت است. میگویند که در کتاب ذم الکلام زمانی که من اشعری ها و ماتریدی ها و اهل کلام و مرجئه ها را با قرآن و سنت خفششون کردم، یعنی نفسگیرشون کردم، اونها را به بالایشون قرآن و سنت را حجت آوردم و اونها را دمگیر کردم، آنها به واسطه طاغوت ها، سلطان ها یا به دیگر واسطه مرا 5 مراتبه به زیر شمشیر سرم را کشیدند. یعنی تهمت میکردند، میرفتند به سلطان همان وقته، از نام ابی اسماعیل الهروی امام اهل سنت دروغ تهمت میکردند و حاکم هم یک میکشید ابی اسماعیل الهروی را به زیر شمشیر. 5 مراتبه سرشان را خواستند که زنند، لیکن بالاخره فهمیدند که این تهمت بوده است. کار به جای میرسد که علب ارسلان، یکی از حاکم ها، بگویم امیرهای خراسان، یکی از مجاهدین، یکی از بهترین مجاهدی اهل سنت، علب ارسلان، یک حاکمی بود که بین انسانی خوب به حکم الله و رسول حکم میکند. در زمان ابی اسماعیل الهروی اشعری ها و ماتریدی ها، اهل کلام، مرجئه ها از بلخ می آیند به این حاکم علب ارسلان ابی اسماعیل الهروی عالم اهل سنت رو تهمت میکنند. میگن که این ابی اسماعیل الهروی خودش رو اهل سنت میگوید اما به بت سجده میکند، بت پرست است. میگن تهمت رو ببینید. در زیر جای نمازش میگن بتچه وجود دارد، بتچه میده، یک صنم هیکلچه میده. علب ارسلان این امام اهل سنت رو دعوت میکند به نزدش و میپرسد که در حقیقت آیا تو بت میپرستی؟ میگه سبحانك هذا بهتان عظیم، ای الله تو پاک هستی، این بهتان بزرگ است. تمام همین یک جواب میتن، این یک بهتان بزرگ است. در حقیقت اشعری ها و ماتریدی ها و مرجئه ها پیش از آمدن این حاکم به این شهر به زیر جای نمازی که در مسجدی که نماز میخوندند، به زیر جای نمازی انا همین انسان در جایگذاری نمازشان یک بتچه رو گذاشته بودند برای تهمت کردن. وقتی که علب ارسلان برای تحقیق این مسئله آدمهای خودش رو میفرستد، در حقیقت در زیر جای نماز مییابند که یک بتچه وجود دارد. و بالاخره این معلوم می شود که اشعری، ماتریدی، مرجئه ها این امام اهل سنت رو خواستند که با همین تهمت نابود کنند، سرش رو بزنند. این مثال رو به خاطر چی آوردیم؟ به خاطر این آوردیم که همه علمای اهل سنت و همه طالب علمان اهل سنت و جماعت از دستی اهل بدعت رنج‌های زیاد و شدید کشیدند. همین امام اهل سنت و جماعت احمد ابن حنبل از دست اهل بدعت بردن، محبس شدن و به پشتشون شلاق‌های زیاد زده شد، به خاطر اینکه احمد ابن حنبل را گفتن که قرآن را مخلوق گو. احمد ابن حنبل به جوابش گفتن قرآن را کسی که مخلوق گوید کافر است. بردند و زدند تا که قریب بود که به قتل رسانند، اما الله حفظشون کرد. و بعد از این امتحان امام اهل سنت شدند. یعنی علما بعد از امتحان نامشون باقی ماند، زیرا که علماهای زیاده بودند اما نامشون نیست. اما بعد از امتحان وقتی که صبر کردند و ثابت در حق بودند و ماندند، انمین سبب شد که امام بشد. ابن تیمیه رحمه الله را اهل بدعت چنان تهمت کردند که در درون یک قصه کوتاه ابن تیمیه را میگیم که در درون ترمه وقتی که بودند، اهل بدعت از اشعری ها و مرجئه های طاغوت پرستا یک تهمت کردند نسبت عقیده ابن تیمیه رحمه الله. ابن تیمیه چنان به غضب آمدند که گفتند با صدای بلند ای مرتدها، ای کافرها، گفته
صحبت کردند، زیرا که تهمت در حقیقت شدید بود و این چنین در حق دیگر از علما، این چنین ببینید در حق محمد ابن عبدالوهاب که تهمت کردند که تکفیری هست و مسلمان ها را میکشد و خوارج است و این و آن، تا امروز وجود دارد. هر کسی که از اهل سنت و جماعت در راه حق باشد همچنین وجود دارد. و امروز نتیجه سخن ما همین است که امروز مدخلی های تاجیک، حزبی های تاجیک و مرجعه های افغان همین تهمت ها را نسبت ما کرده شدند. اگر شما در یاد داشته باشید 4-5-6 ماه قبل یکی از گمراهان تاجیک مدخلی به نهایت مرجعه غلط تهمت کرده بود در حق بنده، در حق من، که یک سخنی مرا بریده، یعنی که من در اونجا انسان مرتد می شود کافر می شود گفته شدم، یا که مرتد از کافر است گفته شدم. همین سخنم را آورده یک منتج کرده گویا که من همه علما را نام به نام تکفیر کرده شدم. این یک منتج سازی از این محمد شریف عبدالعلیم خیانتکار بود. یعنی مدخلی ها، خیر ما از مدخلی ها همه چیز رو انتظار هستیم. اینها مسلمان کش هستند، اینها خوارج نسبت موحدین هستند، اینها وظیفهشون دفاع طاغوت است. اما چی برسد به مبشر مسلمیار؟ من از مبشر مسلمیار اصلا این چنین فکر هم نمی کردم، بیاد هم نمی رسید که شاید روزی بیاد که مبشر مسلمیار یک انسانی که در نزد مردم محترم بود و ما هم او را همچنین حساب میکردیم، در این مسئله به خاطر دفاع نفسش، خیر در مسئله اختلاف داریم بله، اما تهمت لازم نیست. دیروز مبشر مسلمیار که در حلقه 11 من بیان کردم، این حلقه 12 ما، این حلقه 11 ما است، در حلقه 10 جواب داده بودم. مبشر مسلمیار به ما تهمت میزند، عیناً تهمتی مدخلی های تاجیک، عیناً تهمتی محمد شریف عبدالعلیم رو، که میگوید یعنی اینها تارک الصلات رو کسی تکفیر نکند تکفیرش میکنه. البته این بهتان است، کسی که منهج ما رو آگاه است میداند که کسی که تارک الصلات رو تکفیر نکند البته خطا کرده است، اما تکفیر کرده نمیشود. بعد از حجت هم تکفیر کرده نمیشود، بعد از یک وقتی معین هم تکفیر کرده نمیشود. تکفیر در این مسئله وجود ندارد. ما مسئله اصول و احکام رو از هم دیگر جدا میکنیم، مسئله ظاهر و خفی رو جدا میکنیم که در این مسائل به نهایت صحبت‌های زیاد کردیم. در مسئله نماز جهل عذر است و غیره. مقصد ما این است که راه منهج همه اهل بدعت یک است. او افغان است، او تاجیک است، او صوفی است، او قبوری است، او مرجع است، او مدخلی طاغوت پرست است، او حزبی است. نتیجه یک راه، یک منهج. خیلی که علما میگن اهل بدعت زمانی که حجت ندارند و شکست میخورند یگانه راهشان ان همین تهمت کردنی یک عالم اهل سنت و جماعت است. خیلی که شما هم از مدخلی ها مشاهده کردید که متهمی بین دروغگوی شدید هستند. نه فقط ما را، استادان و مشایخ علمای کبار اهل سنت را تهمت میکنند و این چنین مبشر مسلمیار جای تأسف است که دیروز همین عمل را تکرار کرد، که یک چیزی رو به ما نسبت میدهد که گویا که ما علما را، کسایی که تارک الصلات را تکفیر نکردند، ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی رحمهم الله میگیم، اینها رو گویا که یا جاهل بگیم یا که یا تکفیرشون بکنیم. این ملزماتی که از جهالت به وجود آمده است. راه اینها همه یک است، گرچنده که از همدیگر خود را جدا میگیرند. و ما مشاهده کردیم و من و برادرای افغانی و دیگر از دوستان تاجیک که برادران موحدین هستند مشاهده کردیم که مبشر مسلمیار و این مدخلی های تاجیک، شاگردان مبشر مسلمیار و شاگردان محمد شریف عبدالعلیم مدخلی ها بالعموم به همدیگر همکاری دارند، به همدیگر در مسئله العذر بالجهل همکاری دارند، همدیگر رو دفاع میکنند در همین مسئله. اما در غیر این مسئله هر دوشان باز این جماعت یا دیگرش رو چی میکند؟ باز سخنهای قبیح با همدیگرش رو گمراه میدانند. زیرا که مدخلی ها محمد شریف عبدالعلیم و مدخلی ها این گمراهان طاغوت پرستان مبشر مسلمیان رو چی میگویند؟ یک حزبی تو یک گمراه میگویند. سید قطب شاگرد سید قطب همچنین میگویند. اما در این مسئله منفعتشون که یک است، همه یک جا شدند. یعنی این بود خیانتی هم جماعت مدخلی های تاجیک و هم این مرجعه های افغان. مسئله دیگر که ما برویش میپردازیم، مسئله دوم، اول ما میگیم که جواب ما به این اهل بدعت و به خیانت های اینها این است که فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم.
ما صبر میکنیم و به اذن الله ثابت قدم میستیم و در نزد الله همه خصومت ها جمع می شود و من و تو ای متهم، ای تهمت کننده، در نزد الله روبرو می شویم و الله حاکمی من و تو خواهد بود. یکمی مسئله است. مسئله دوم، شما با این تهمت کردن ها که به ما بعضی چیزهایی که عقیده های باطلی که ما نداریم، عقیده های خوارج رو به ما نسبت میدید، ما براءت خود را اعلام میکنیم. از خوارج هم، از عقیده‌ش هم و از مرجئه و از جماعتش هم و از جهمی و از غلات و حزبی و غیره ما براءت خود را اعلام میکنیم. ما از این عقیده های شما که به ما نسبت میدید که گویا که تارک الصلات رو کسی تکفیر نکند ما کافر کردیم، علما رو بنام تکفیر کردیم، براءت خود را، پاکی خود را اعلام میکنیم و میگوییم که سبحانك هذا بهتان عظیم. ای الله تو پاک هستی، این یک بهتان عظیم در حق ما است. شما میخواهید که مکر کنید و مردم ها را به همین مکرتون فریب بدهید، اما حق این ظاهر شونده است. اما بدانید که قلب های انسان ها در بین انگشت الله است. الله کسی را خواهد هدایت میکند. این مکرهای شما فقط ضررش به خود شما است. و مکر الله والله خیر الماکرین. و مکر کردند و مکر الله به اونها مکر کرد و الله بهترین مکر کننده است. شما مکر کردید، دروغگویی شما، تهمت‌های شما، متهمی شما و باز چهره واقعی شما که این یک گمراه بوده و منحرف شده است آشکارتر و واضحتر به مردم و به حق پرستان زیاد شد. نه به انسان پرستها. انسان پرستها شاید نبینن، اما صحبت ما به حق پرستها است که فقط به حق نظر میکنن، نه به انسان. این مسئله موضوع اول بود. موضوع دوم، موضوع به نهایت بزرگ، این بعد از بیان کردن مختصر خیانت اینها و حواله کردن اینها به الله، موضوع بلکده یا به زبان کمی همه فهم برادران افغان هم بفهمن میگیم که منحصر کردنی یا که محکم کردنی عقیده در یک دایره معین و اجازت ندادن عقیده اهل سنت و الجماعت برای منتشر شدنش. بله، ببینید برادرانم و خواهران موحدم، یک چند سال هاست که عقیده اهل سنت و الجماعت را اینها از مردم دور میکنند و مردم را در یک بلکاده، در یک دایره محکم نگه میدارند. حالت افغانستان هم همچنین است و حالت تاجیکستان هم همچنین است. یک چند علمای طاغوت پرست، یک چند علمای قبوری و یک چند علمای صوفی و یا علماهای مرجئه مردم را در یک عقیده نگه می‌دارند. در مسئله العذر بالجهل نظر بکنید. عقیده رافضه در مسئله عذر بالجهل چی است؟ میگن که همه مشرکا عذر دارد، جهل عذر است. عقیده صوفی های قبوری عیناً همین است که میگویند جهل عذر است. آدم جاهل هر کاری میکند بکند باکی ندارد. کی جهنم میرود؟ عالم جهنم میرود. آدم جاهل همیشه جنت میرود. عقیده صوفی های قبوری. عقیده اشعری ها هم، کلامی و فلسفه هم عیناً همین است که جهل را در شرک و کفر اکبر عذر میدارند. از همین جهت همه کفر و همه شرک را کنید کفر نمیشوید. و عقیده ماتریدی های کلامی ها، این علماهایی که در تاجیکستان هستند، نقشبندی از نظری طریقت صوفی و از نظری عقیده ماتریدی که خود را حنفی بر دروغ میگند، خخر فقه حنفی، اینها هم همین است که جهل را در شرک و کفر اکبر عذر میدارند. و بر بالای اینها علماهای طاغوت پرستی که خودشون را از اهل سنت میگویند و مفتی های طاغوت پرست درباری، اینها هم جهل را عذر میدانند، زیرا که جهل را عذر دانستن این دفاع طاغوت است. همین طاغوت ها را دفاع میکنند. اگر جهل را عذر ندانند طاغوت ها را دفاع کردن نمیتوانند، دیگر علاج نیست. لشکری طاغوت خود داغود را همون وقت دفاع میکنه که جهل را عذر بگیرید. و این چنین حزبی ها، همه حزبی های اخوان باشد یا نهضت اسلامی باشد، دیگر حزبی هایی که به طاغوت دموکراتی و به طاغوت حکومتی آمیخته شدند، این سیاست‌بازهای کفری، این حزبی هم جهل را عذر میدارند. و طایفه دیگر مدخلی ها که خودشان را سلفی میگویند بر دروغ هستند و اینها کاذبین هستند و سفهیین هستند، این جهلا هم جهل را عذر میدارند. به خاطر چی؟ به خاطر دفاع طاغوت ها، به خاطر اینکه طاغوت ها را ولی الامر میگن. یگانه نجاتشون جهل را عذر گفتن است. اگر جهل را عذر نگویند، این ولی الامرشون همش مرتدها آشکار میشود، مرتدیشون. ما وقتی که به این مسئله میگیم که این ولی الامر نیست، این مرتد است، اینها به ما میگن که نه، این جهل جاهل است، بوکی ندارد. و این چنین بسیار طالب علم هایی که
از نزد علمای اهل سنت تعلیم نگرفتند، این طرف و اون طرف در همون منطقه خود یا خود ورق زدند و خودآموزی کردند و در بین مردم مشهور شدند همچون دعوتگر، همچون عالم، اما عقیدهشون مرجئه است، خودشون مرجئه هستند. اینها رو ما عقیده ارجاء دارن نمیگیم، اینها مرجئه غلط هستند، اینها مرجئه هستند و خود بیخبر هستند و مردم هم بیخبر است. و باز خود را همه این طایفه ها اهل سنت میگن. همه اینها عقیدهشون در مسئله جهل چی است؟ جهل عذر است. جهل عذر است در کجا؟ در همه جا، در شرک اکبر و کفر اکبر. در شرک اکبر و کفر اکبر جهل عذر است. بعضیشان به مانند مبشر مسلمان فقط در دشنام دادن جدا میکنند. این جدا کردن رو از کجا گرفته است؟ دشنام رو، حجتش رو از کجا گرفته است؟ خودش هم نمیدونند. پس بارک الله فیکم. انا همین مردم، انا من طایفه های گفته ما، این علمای مرجئه، علمای طواغیت، علمای گمراه شده و غیره، همه این طایفه ها علماها مردم را نگاه می‌دارند در یک دایره معین محکم و همیشه به مردم میگویند که جهل عذر است و عقیده اهل سنت را اجازه نمیدهند که به بین مردم وارد شود. امروز من یکی از طالب علمان اهل سنت که 20 سال و زیادتر یا کمتر تعلیم علم گرفتیم و از نزد علمای اهل سنت والجماعت تعلیم گرفتیم، منهج ما معلوم است در مدینه منوره از علمای کبار با قرآن و سنت و سخنهای اجماع سلف امت بیان میکنیم که جهل عذر نیست و دیگر مسائل عقیدوی رو. اما البته که این عقیده نو هست به مردم، زیرا که مردم رو این علما یعنی در عقیده منحرف نگاه می‌دارند. در همین حالت البته زد و خورد شدیدی به وجود می آید و در همین حالت مردم هم در حیرت می افتند که چی حادثه شده است. حادثه مختصرا همین است که مردم شما را این علما در یک بلکاده، در یک دایره عقیدوی معین محکم نگاه می دارند و ما وقتی که عقیده صحیح را به شما آورده می خواهیم که رسونیم، ما را یک بار حکم میکنند. این طایفه ها که همه اش به هم دیگرش ضد است، وقتی که به ضد ما اینها همه یک جایه میشوند. امروز میبینیم که مدخلی و تاجیک با مبشری مسلمیور و با دیگه همه یک هستند، ضد اهل سنت و جماعت کار میبرند. پس ما با وجود این همه یعنی البته روح افتاده نمیشویم، ثابت قدم هستیم باذن الله. دعا میکنیم که الله ما رو ثابت قدم نگه بدارد و حسن خاتمه رو نصیب بکند. و این بلکاده شما رو ای اهل بدعت، این نقاب های بر دروغ رو از چهره شما ما میکشویم، چخیلی که کشوده استودیم باز میکشیم. این وظیفه ما است، این واجبیت ما است و روز به روز انشاءالله شما ای مردم تاجیکستان و افغانستان انشاءالله از این دایره محکم شده، از این بلکاده آیسته آیسته شما باز میشوید. روزی میشود که مثل من طالب علم های زیادی در این مسئله صحبت میکنن و انشاءالله حق روز به روز ظاهر شده است. از همین جهت بسیار مردم در حیرت میشوند که چرا این حادثه شده است. حالا شما فهمیدید که بسیار علما در کدام حالت هستند و چی است. انا این بود مسئله دیگر، مسئله یعنی شما را در یک دایره عقیدوی معین نگه داشته ایستادن این علما و به خاطر این که ما عقیده صحیح را به شما نرسانیم متهمی و دروغگویی و تهمت. البته تو به حال ما تهمت نزدیم، هر مدخلی تاجیک باشد یا از این مرجعای افغان باشد صوتشون رو، آوازشون رو میگذاریم، بعد به این جواب میدیم و سخنهای علما رو هم کتاب‌ها رو نشون میدیم. البته مدخلی ها در اینجا خیانت‌های زیادی کردند به سرداری محمد شریف عبدالعلیم و غیره، لیکن الله البته که خورشون کرد و اینها رو همه شناخت. موضوع سومی که من میخوام صحبت بکنم این نتیجه این بحث و مناظره ها چیست؟ بله، سوالهای به من می آید که برادر عزیز ابو محمد مدینی، انا همین بحثی که شما با مدخلی ها با بگویم محمد شریف و برادرش این طاغوت پرستو کردید یا که به این مبشر مسلمیاره که از افغانستان است و در این مسئله گمراه گشته و مرجئه شده است، چی نتیجه دارد؟ نتیجه چی است؟ آیا شما میخواهید که یکی بزرگ کی زور است و کی نازور است، کی بزرگ است و کی عالم است و کی جاهل است معین کنید یا که اون نتیجه دیگر دارد؟ این یکی از مهمترین موضوع است که باید شما به دقت گوش بکنید. مقصدی من
و مقصد طالب علمان اهل سنت و مقصد علمای اهل سنت در حالت بحث و مناقشه کردن بالخصوص در همین موضوع ما عالم است و شما جاهل هستید، ما زور هستیم و شما نازور هستید گفتن نیست. مقصد بیان حق و بیان دین است. آیا همین مسئله را نگوییم هم می شود؟ نه نمی شود. چرا؟ برای که این مسئله موضوع جهل در شرک اکبر و کفر اکبر آیا عذر است یا نیست، این مثل موضوع فقهی یک مسئله اختلافی نیست، این یک مسئله اجتهادی نیست، این یک مسئله عادی فروعی احکامی نیست. این مسئله از معلوم من الدین بضرورت است، یعنی یک مسئله ضرور است که باید شما بدونید، فرض عین است. این مسئله از اصول دین است، از اصل ریشه اساس دین است که کسی نداند البته که به خطری بزرگ و به کفر واقع می شود. و این مسئله از اصل عقیده است، از اصل عقیده است خیلی که وجود دارد. و تکفیر مشرکین و بالخصوص مسئله تکفیر مشرکین، کافر دانستن اونها، قسمی از این مسئله از اصل دین است و قسمیش از واجبات دین است. تکفیر کردن کافر شمردن یهود و نصارا، یا که کسایی که آشکار دینشون رو تغییر دادند، یا که کسایی که آشکار طواف و قبر پرستی میکنند، این از اصل دین است. کسی که اینها رو تکفیر نکند کافر است. اما واجب است تکفیر کردن و از واجبات در قسم از این که مثلا کسایی که از در حقیقت از سبب جهالت به شرک واقع شده باشند و یک انسان شبهه داشته باشد یا که نفهمیدگی باشد و به شرک واقع شده باشد، در این حالت ها البته تکفیر کردن اینها واجب است، باید تکفیر کرده شود. اینها کافرند، قول حق همین است که اینها مشرکند. اما کسی اینها رو اگر تکفیر نکند ما حجت میرسونیم، اول حجت میرسونیم بعد تکفیر میکنیم. یعنی این مسئله چخیلی که دیده ایستادید مسئله از اصول از واجبات دین است، این مسئله از مستحبات نیست. یعنی کسی که مشرک رو مشرک نگفت خودش مشرک شده ایستاده است اگر دیده و دانسته گفته باشد. و بالخصوص طالب علم علمایی که مشرک رو مشرک نمیگن به خطری بزرگ گرفتار میشن. و اما مرجئه بسیار عالم ها را که مثلا ابن عثیمین، ابن باز یا که سلیمان علوان و دیگر علمای میگن که اینها عذر به جهل دادن، یا که ابن تیمیه یا که ابن القیم الجوزی یا که محمد ابن عبدالوهاب رو، اینو کذابند، دروغ متهمی میکنن. و ما جوابهای ما رو به مبشر مسلمیار خیانتکاری این امنیتی و به بگویم به محمد شریف عبدالیم بگیم کمی والله علم اشتباه کردم شاید در همینجا مبشر مسلمیار گفتم، البته که این محمد شریف عبدالیم مدخلی تاجیک و به مبشر مسلمیاری بگویم این هم بله خیانتکاری که به ما خیانت‌های منهجی رو آشکار کرده شده است، نظر بکنید، ردهای ما رو به اینها نظر بکنید که ما اثبات کردیم که سخنهای علما این نیست، بلکه علما جهل رو عذر نمیدانند. بالعموم نتیجه چی است؟ ما گفتیم این مسئله اصل است، به همین خاطر بحث میکنیم. در این مسئله، در این موضوع انسان یا که از اهل سنت و جماعت بیرون میشود، یا که مشرک میشود کافر میشود، یا که از اهل سنت میماند و مسلمان است و ایمانش صحیح میماند. کسی راضی است راضی نیست، قول امین است. نتیجه همین است که ما باید اصل دینمون رو حفظ بکنیم. اما مدخلی های تاجیک، محمد شریف عبدالیم و مرجعای افغان مبشر مسلمان و غیره، اینها میخواهند که در همین اصل ما به اهمیتی بکنیم، اصل دین رو نمیخواهند که بهمون بکنیم و جهل رو عذر میدن. نتیجه همین است، کسایی که جهل رو در شرک اکبر و کفر اکبر عذر میدانند، اینها طاغوت‌ها و مرتدهایی که امروز در بالای مسلمان‌ها حکومت میکنند به دموکراسی علمانی لیبرالی، به مانند پادشاه خود افغانستان، به مانند پادشاه پرزیدنت ترکیه اردوغان، به مانند دیگر این پادشاه تاجیکستان و ازبکستان، این مرتدین مشرکین رو اینها به جهل عذر میتیند و میگن که اینها مسلمان است. مبشر مسلمیار شاید در این مسئله کمی این طرف و اون طرف رود، کلیبه بکند، طرف راست و چپ برود و بالاخره نتیجه سخنش این است که اینها مسلمان است، زیرا که اینها جاهل است. اما مدخلی های تاجیک جهل عذر است میگند و این پادشاه ها همش ولی الامر است میگند. همه این پادشاه ها ولی الامر است در مدخلی های تاجیک. مدخلی های افغانی که در افغانستان وجود دارند، برای اونها این امروزه اشرف غنی و غیره همش ولی الامر است.
اما کسایی که جهل رو عذر نمیدونند به مانند ما و اهل سنت و الجماعت، اینها رو مرتد میگیم. جهل به اینها عذر نیست، اینها همش مرتد است، برای اینکه اینها شرک تشریع رو کرد، شرک حکم رو کرد، شرک تحکم رو کرد، شرک حلال و حرام رو کرد، شرک تبدیل رو کرد، شرک ملزم رو کرد، شرک کفر اعراض رو کرد. همه این نمود کفر شرک رو انجام داد. انا این است یکم فرق، یکم نتیجه. کسایی که جهل رو عذر میدونند، دومین مشکل اینها همین است که همه لشکرهای طاغوتی که امروز ضد اسلام و مسلمین میجنگند، به مانند لشکرهای دموکراتی، خو افغانستان باشد، خو تاجیکستان باشد، خو ترکیه باشد، خو دیگر لشکرهایی که در دولت‌های ردة و در دولت‌های کفری وجود دارد، همه این لشکرهایی که در اون هزارها نفر هستند، اینها را مبشری مسلمیار، این محمد شریف عبدالعلیم مدخلی ها، اینها را مسلمان میدونند، زیرا که جهل عذر است. بله، از همه بیچاره ها، کافرهای بیچاره انمی لشکرها است که در حقیقت بیچاره، در حقیقت جاهل است، لیکن کافر است. از نظر ما، از نظر اینها چه است؟ اینها جاهل است، عذر دارند. همه لشکرها عذر دارند. از همین جهت وقتی که ببینید، وقتی که اهل سنت یک روز شاید که جهاد شود، اهل سنت برای جهاد بکنند، شما فکر نکنید که کافرهای اصلی میبینند جهاد میکنند، بلکه همین مرتدها به شما میجنگند. چخیلی که در زمان صحابه بسیاری از مرتد شده ها به صحابه جنگیدند، یا چخیلی که وقتی که فرانسه خواست که مثلا افغان بگویم سودان رو بگیرد در زمانهای قدیم، یا که الجزیره رو بگیرد و غیره رو بگیرد، مصری ها رو برد، مصری ها جنگید به نام فرانسه. یعنی کفار خودی به نام مسلمان ها رو بر ضد مسلمان ها جنگ میاندازد. از همین جهت امروز مدخلی ها و بسیار این مرجعه ها اهل سنت رو مسلمان کش میگن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سوم عقیده باطل اینها وقتی که جهل رو عذر میگن، رافضه ها رو برادر مسلمان میشمارن. مدخلی ها و کسایی که جهل رو عذر میدونند در شرک کفر اکبر، رافضه ها انسان هایی که قبوری هستند و هیچ شکی نیست، اینها رو چی میگن؟ مسلمان است میگن. هر مسلمان باشد پس برادری او است. کسی که با رافضه جنگ کرد مسلمان کش میشود. رافضه بیاید اهل سنت رو نابود کند، هیچ چیزی نیست، اما کسی بر ضد رافضه بیستد، این مسلمان کش میشود. یا که چهارمین فرق همین است که همه صوفی های قبوری که وحدت الوجود هستند، الله میگن که در درون قبر است، الله در درون این حیوان ها است، الله در درون درخت ها است. این عقیده همون ابن عربی، عقیده این بسیار بگیم جلال الدین رومی و غیره این وحدت الوجودی که امروز وجود دارد، اینها رو مسلمان میگن. شرک اونها رو جایز است، یعنی به این معنا که شرک است، اما آدمی که شرک میکند یعنی مشرک نمیشود در نزد اینها. این فرق است، این ثمره میوه است. و ششم یا هفتمین نتیجه کسایی که جهل رو عذر میدانند همین است که اینها به همین کارشون و به همین عقیدهشون امت اسلام رو از حکم الله و رسول رو زنده کردن باز می‌دارند. مردم رو به سوی دموکراسی میبرند، مردم رو به سوی حزب و سیاست‌های طاغوتی میبرند. و نتیجه دیگر این است که اینها جرأت می‌دهند، جرأت به مردم می‌دهند که بله جاهل آدم هر کاری بکند معذور است. پس مردم عام فکر میکنند که انسان جاهل باشد افضل است نسبت به اینکه عالم بشود و به جهنم برود. جاهل باشد افضل است، زیرا که جاهل هر کاری کند او بخشیده میشده است. خیلی که امام شافعی میگن اگر جهل عذر باشد، میگن لو کان الجهل عذر، در همه مسائل عذر باشد، پس میگن آدم جاهل افضل تر از عالم است. عالم شدن شرط نیست. اصلا این مدخلی ها به خاطر چی دعوت میکنن؟ این مرجعی مبشر مسلمیان چرا دعوت میکنید؟ چرا مردم رو به علم دعوت میکنید در حالتی که جهل عذر است؟ اگر جاهل بمیرد در نزد الله بخشیده میشود، به جنت میرود. از نظر عقیده شما همین است. چرا مردم رو عالم میکنید، به مردم میرسونید و مردم رو آگاه میدهید و بعد از این مردم رو به جهنم میبرید؟ زیرا که مردم اگر جاهلانه به شرک رود، اینها چی میشده است؟ اینها مسلمان بود است و جنت میرفت است. اگر اینها دیده و دانسته کند، اینها بعد کفر میشد. پس شما مردم رو دعوت نکنید تا که مردم عالم شوند و به جهنم نروند. این تناقضات شما است. این است نتیجه های بزرگ. بارک الله فیکم. اکنون کسایی که مذهب اهل سنت و جماعت که جهل رو عذر نمیدونن چی نتیجه میشد؟
ما جهل را عذر نمیدونیم و این طاغوت ها رو مرتد میدونیم. جهل را عذر نمیدونیم، لشکرهای طاغوتی که امروز کار میکنند کافرشون میدونیم. و ما جهل را عذر نمیدونیم، مشرک ها رو چی میگیم؟ مشرک میگیم. ما جهل را عذر نمیدونیم، رافضه ها رو مشرک میدونیم. ما جهل را عذر نمیدونیم، صوفی های قبوری رو مشرک میدونیم. و ما جهل را عذر نمیدونیم و مردم رو از بی اهمیتی کردن به دین باز میداریم و میگوییم که انمی جهل سبب میشد که شما به جهنم میروید و مردم هم زنده میشوند و به سوی دین میآیند. این نتیجه های هست که باید شما بدونید. و بالاخره نتیجه اساسی ترین کسایی که جهل رو عذر میدونند در اصل دینشون، در واجبات دینشون به خطری بزرگ گرفتار شده. حالا مشرک و مسلمان را جدا نکردند، حالا اخلاص و توحید را از شرک و کفر جدا نکردند. حالا اینها نمیدانند، حالا نفهمیدند که شرک و کفر در یک جا جمع نمیشن. کسایی که جهل را عذر نمیدانند به مانند بگیم اهل سنت و جماعت، یعنی مذهب اهل سنت و جماعت جهل را عذر نمیدانند، اینها اصل دین رو حفظ میکنند، اساس دین راشون رو حفظ میکنند و میدونند که مسئله خطرناک است و بعد از این شرک و کفر رو از ایمان و توحید جدا میکنند و میگویند که در یک جا توحید و شرک جمع نمیشود. این است در این مسئله متهمی کردن، کسی را بر دروغ تهمت کردن، منتج کردن و سخنهای بافته و ساخته رو انجام دادن لازم نیست. نتیجه همین است. از همین جهت شما هیچ وقت فکر نکنید که ما در بالای یک مسئله عادی بحث کرده شدیم. نه، در این موضوع انسان یا مرجع غلات گمراه و حتی به طاغوت پرستی رفته میرسد وقتی که جهل را عذر میداند و یا دین خود را حفظ میکند و کفر بر طاغوت میورزد. ببینید مدخلی های تاجیک وقتی که جهل را عذر میدانند بالاخره طاغوت پرست شدند، کارگرای امنیتی شدند و این طاغوت ها را ولی الامر خود میدانند. رافضه ها را برادر میگویند. خیلی که از ترمه های تاجیکستان به ما خبر، رافضه را مدخلی ها برادر میگند، اما یک برادری موحد خودش را خوارج میگند. از همین جهت به این جهل دهندگان، به این کسایی که جهل را عذر میدهند میگوییم که شما منهجتون فرسخ از اهل سنت دور است. شما در اساس دین، در اصل و در واجباتتون کمبودی دارید و شما خودتون به شرک واقع شده اید و مخالف منهج اهل سنت و جماعت و سلف این امت کار میکنید و توبه کنید و به سوی الله بازگردید. در این مسئله البته که من در صحبت آینده باذن الله سبحانه و تعالی در صحبت آینده من به شما کتاب ها رو نقل میکنم، کتاب ها رو ذکر میکنم، زیاده از 30-40 کتاب ها رو ذکر میکنم که شاید این مدخلی ها شنود، شاید این مرجع های افغان شنود، این کسایی که جهل رو عذر میداند شاید این نام های کتاب رو، نام های علما رو شنود و از اینترنت خودش بگیرد و مطالعه کند و شاید هدایت یابد. مسئله کوچک نیست، مسئله شوخی هم نیست و در اینجا به نهایت جنگی بزرگی معنوی اعتقادی رفته شده است. از همین جهت کسایی که بی‌طرف هستند شما هم در خطر بزرگ هستید. شما باید جانب حق رو کوبید، یابید و در جانب حق باشید. این خیلی نیست که شما کفر رو من میدونم بگوید اما اهل کفر رو دور نکنید. امروز یک مشکلی دیگر همین است که بسیار انسان ها میدونند که یک چیز این عقیده باطل است اما اهل باطل رو ترک نمیکنند. به من شما واجب است که هم باطل رو شناسیم و هم از اهل باطل خود را دور بگیریم. اهل باطل رو چی کنیم؟ حجر کنیم. از اهل بدعت باشد، از اهل کفر ریده و مشرک باشد براءت کنیم. انمین است ملت ابراهیم علیه السلام. سوره ممتنه 4. انمین است ملت ابراهیم علیه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دونه كفرنا بكم مو بشمو كفر ورزيدهم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا كفرنا بكم مو بشمو كفر ورزيدهم. يعني ببینید و مما تعبدون من دون الله در دانش ما به شما کفر ورزیدیم و هر آن چیزی که شما اونها رو میپرستید کفر ورزیدیم. یعنی هم پیش از این که از باطل کفر ورزند، پیش از این که به باطل کفر ورزند از اهل باطل کفر ورزیدند. اما امروز بسیار انسان هایی که به باطل کفر ورزیدند، به شرک کفر ورزیدند،
اما از اهل شرک کفر دور نیستند. به مانند همین مدخلی ها یا کسایی که پیروی است، به مانند مبشر مسلمین و کسایی که از اینها است، یعنی شرک کفر میگویند اما از اهلش نه. پس انمین است که این بابی جهل دادن به مشرکین، جهل عذر بودن یا نبودن، این تعلق دارد به مسئله براءت و به مسئله موالات. وقتی که شما جهل رو عذر میگویید پس مشرک رو موالات کرده ایستید. این یکی از فرق‌های دیگر این است که این مبشر مسلمیار، محمد خلیل تاجیک، محمد شریف و غیره، وقتی که اینها جهل رو عذر میدانند در کفر و شرک اکبر، اینها او را مسلمان میدانند و مثل مسلمان به او موالات میکنند، یعنی به مشرک موالات میکنند، در حالتی که الله رسولش براءت کرده و باید من شما براءت از مشرکین بکنیم. این مسئله شوخی نیست و این مسئله تعلق به کفر بالطاغوت دارد. مشرک را مشرک گفتن و تکفیر کردن مشرک این کفر بالطاغوت است. کسی که مشرک را نمیشناسد و مشرک را دیده و دانسته مسلمان میگه کفر بالطاغوت ندارد. این از ملت ابراهیم است. کسی که جهل به عذر میدهد در ملت ابراهیم علیه السلام نیست. اما کسایی که جهل را عذر نمیدانند، اینها ملت ابراهیم را زنده کردند، اینها کفر بالطاغوت دارند و ایمان به طاغوت ندارند و اینها البته که موالات را بر مؤمنین و مسلمین میکنند و براءت را به کفار و مشرکین میکنند. همین است که این مسائل بزرگ را من به شما بیان کردم و خوب دقت بدهید، باذن الله به شما حق آشکار میشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.